هفتصد و هشتاد و شش. داستان لیلی و مجنون. امروز پنجشنبه نهم ماه جولای 2026 میلادی، مطابق به 18 ماه سرطان 405 هجری شمسی است. داستان شیرین لیلی و مجنون خود را ادامه می دهم. در اخیر داستان قبلی، پدر لیلی و مجنون که سخنان نارضایتی از همدیگر را اظهار کردند، لیلی جملات اخیر پدر خود را نمی شنید. یک بار دیگر خود را در آغوش دایه انداخته و از حال رفته بود. این بار از شدت اندوه دایه او را به زحمت و کشان کشان با خود می برد و از آن نقطه دور می کرد. فصل دوم. مگر چشم مجنون به ابر اندر است، مگر چشم مجنون به ابر اندر است، که گل رنگ رخسار لیلی گرفت. یک بار دیگر در آغوش دایه از حال رفته بود. این بار از شدت اندوه دایه او را به زحمت و کشان کشان با خود می برد و از آن نقطه دور می کرد. دیگر حرف باقی نمانده بود که بعد از سخنان قاطع و اهانت آمیز و جواب رد پدر عروس به خواستگاری پدر داماد گفته شود. با این حال همان ریش سفیدی که قبلا در جلسه داخلی قبیله از طرف همه بزرگان و سران قوم به پدر مجنون قول همکاری، همراهی و همقدمی در انجام این امر خبر داده بود، با صدای لرزان و سرشار از تأثر و رنجش گفت: قیس دردانه ماست، نه مجنون است و نه پایبند هوای نفس. او فقط عاشق است، یک عاشق حقیقی و خالص، و آنچه تو را می رماند یا ترس می دهد بیخبری تو از عالم عاشقانه و ملکوتی اوست. قیس پاکترین و معصومترین جوان است که در سراسر این خطه وجود دارد. تنها گناه او عاشقی است. و بعد زیر لب افزود: و از بخت بد او عاشق دختری توست. جو یعنی فضا حاکم بر جلسه می رفت که متشنج و خطرناک شود، ولی پدر مجنون با یک خیز از جای برخاست و خطاب به همراهان خیش گفت: فعلا حرفی برای گفت و شنود باقی نیست. مذاکرات در همین جا کافی است. برخیزید برویم. همراهان اطاعت کردند و همه با رخساری ماتم زده و نگاه‌های ناامید به دنبال رئیس خود از آنجا خارج شده راه دیار خیش در پیش گرفتند. در راه بازگشت هر یکی از آنان مثل غریب غم رسیده که مورد هجوم راهزنان و حرامیان واقع شده باشد، سر در گریبان خیش ساکت و مغموم و فکور بود. مغموم معنایش اندوهکار. و تا اواسط راه هیچ کس با هیچ کس سخن نمی گفت. در اواسط راه همان ریش سفید قبیله این سکوت طولانی را در هم شکست و با صدایی که برای سن و سال او بس رسا و بلند می نمود خطاب به رئیس قبیله خود گفت: ای بزرگوار، ای بزرگ و بزرگ ساده، تو سروری همه ما هستی. غم تو همه ما
غم تو همه ما را اندوهگین می کند. قیس تنها عزیز و دلبند تو نیست، عزیز ما هم است. ما همه بسیج می شویم هر ثروت و گنجی که باید در این را خرج می کنیم و به علاج او می پردازیم. در قبیله ما هستند در قبیله خود ما هستند دخترانی که به مراتب زیباتر و دلرباتر و از هر لحاظ شایسته تر از لیلی هستند. هر کدام را که قیس اراده کند به عقد و نکاح او در می آوریم و آن دختر را مفتخر می کنیم که عروس خانواده تو و کنیز پسرت باشد. و با یقین عروس هر که باشد این افتخار را به همه وجود خود و در قلب و مغز و روح خیش احساس و ادراک خواهد کرد. و چون چندی بگذرد قیس در کنار همسری زیبا و با لیاقت، هوای لیلی از سرش بیرون خواهد رفت. اولین کار ما باید این باشد که فعلا همه به نصیحت او بنشینیم و او را راضی به ازدواج با دختر دیگری کنیم. پدری مجنون همچنان ساکت بود، مغموم ولی با طمانینه مانش آرام و وقاری که در خوری یک سلطان می نمود رکاب می زد. تنها زیر لب گفت الله. از فردای آن روز باران نصایح زعمای قوم، ریشسفیدان و بزرگواران قبیله از هر سو بر سر مجنون باریدن گرفت. به او گفتند دخترانی در اطراف تو هستند که لبان آنها چون یاقوت قرمز و بناگوششان چون مروارید سفید و زیباست و هر کدام حاضرند به یک اشاره تو خاک پایت شوند و حلقه کنیزی تو را به گردن بیاویزند. به او گفتند که به دور و بر خویش نگاه کن و ببین چه بتان روح پروری با زلفان مشکن و عنبری در لباسهای کتانی نرم و فریبنده به تو چشم دوخته‌اند و غایت آرزویشان دیدن کمترین توجهی از توست. برای این یک بار هم که شده در چهره یکایک این دلبران بنگر و ببین که تا چی پایه از لیلی زیباتر و شایسته ترند. چرا اصرار داری که این دختران واجد شرایط را در اطراف خود نادیده بنگاری و اجازه نمیدهی تا از میان این خجسته نامان بتخرامانی را برای تو انتخاب کنیم؟ یاری که دلنواز تو باشد و همان گونه که شیر با شکر می آمیزد با تو در پیوندت و تا واپسین دم عمر مونست باشد و فقط می خواهی با دختری مرد ازدواج کنی که در عمق روح و قلبش انگار کینه از تو وجود دارد. اگر لیلی تو را دوست دارد در عوض پدرش از تو متنفر است و تو را مجنون و دیوانه می نامد. آیا حیف تو، بزرگی تو، بزرگزادگی تو، اصالت و حسن خصال و صفایی باطن تو نیست که آن مرد تنگ نظر و بدطینت این گونه سنگ دلانه دربارت به قضاوت نشیند و آبرویت میبرد؟ با این وجود آیا تو باز هم حاضری دختر او را به همسری خود برگزینی و یا در حسرت دوری از او برهنه شوی و راه بیابان پیش گیری که به حیثیت پدرت
و همه افراد قبیله لطمه وارد شود. هر یک از این عبارات که به قصد نصیحت مجنون و انصراف او از عشق لیلی گفته می شد، آتش عشق او را نسبت به لیلی مشتعلتر می کرد. با هر کلامی انگار خارجی خشکی را درون آتش شعله‌ور می افکندند و چون طی روزهای متوالی زیر فشار این همه پند و اندرز بی حاصل که در مذاق او سخت تلخ و نامیمون میمود، کلافه شد، یعنی دوخته شد، با پریشانی و جنونی بیش از پیش به زیر پیراهن دست برد و در حالی که آن را بر تن خویش می درید گفت: من در عشق لیلی دنیا و آخرت را ترک گفتم. آن وقت شما از من می خواهید که در پیراهن قرار گیرم و ترک آن نگویم؟ نه، این کار از من ساخته نیست و من هر قدر سعی کنم چشم مثلا دختری دیگری را نمی بیند تا چه رسد زیبایی او را. و با این کلام از خانه بیرون رفت و از سر نو مثل غریبی بی کس با لباسی که از گریبان تا دامن آن چاک زده شده بود راه می پیمود و دیوانوار لیلی لیلی می گفت و دوباره به حال در افتاده بود که میان آنچه خوب بود و آنچه بد نمی توانست تمیزی قائل شود. تنها به شوق لیلی سرودهای عاشقانه می خواند و آواز و در اشعار خویش با لفظ ستاره یمانی مملکت یمن است که ستاره درخشانی در صورت فلکی کلب اکبر است نام می برد و از هر کوی و برزنی که می گذشت رهگذران اشعار زیبای او را می شنیدند و این اشعار از بس زیبا و رسا و دلنشین بود جذب ذهنشان می شد و آنها را باز برای هم و نیز برای دیگر می خواندم و از این طریق اشعار مجنون دهان به دهان می گشت و همه مردم روزگارش سروده های عاشقانه او را که همه در وصف لیلی بود فرا می گرفتند. هر کس او را در آن حال پریشان می دید با حیرت و با تأثر بر حال او می گریست. همه می دیدند که چهره او خاک گرفته و غبارآلود است و همه می فهمیدند که او چه داغی دردناکی بر دل دارد و او خود چون از شدت عذاب و اندوه به دودماندگی می رسید از جمع مردم فاصله می گرفت، در گوشه خلوت می نشست و های های به گرستن می پرداخت، می گرست و می گفت: خدایا چه کنم تا از این رنج رهایی یابم. از خانه و کاشانه خود چنان بریدم که گوی راه بازگشت به آن نمی دانم. نه در خانه خود پناهی دارم که به من آرامش بخشد، نه راهی بر سر کوی یار دارم، یاری که از جان و دل مطیع او هستم. دلم می خواهد که او جان مرا طلب کند تا تقدیمش دارم. اگه یار مرا شفته و مجنون و مست بخواند لابد سزاوار آنم. از عاشق چون من کسی توقع عقلی سلیم ندارد. من چنان مجنون عشق لیلی نیستم که با زنجیر علاج یا مهار شوم و آنچنان وجودم در تب این عشق ویران نشده است که با آبادی دوباره آن امید داشته باشم. ای کاش بلای سائقه‌ای بر سرم می افتاد که یک باره مرا می سوزاند
و خاکسترم بر باد می رفت. ای دوستان دوره نوجوانیم، ای آشنایان قدیم، ای هم نفسان مجالس شادی هایم، ای هم درسان دوره دبستانم، با همه شما بدرود می گویم. شما به سلامت باشید. من در مصیبت این هجر و این عشق سوزان مجبورم که با همه شما خداحافظی کنم. مرا فراموش کنید، زیرا که من نه تنها همه پیمانهای قبلی خود را که بل وجود خودم را به دست فراموشی سپردم، شما که از آنچه بر من میگذرد بیخبرید. دیگر نشانی از من مجویید و از من گمشده دیگر سخن مگویید. مرا مجنون مخوانید و به جرم جنون از دیار خود مرانید، زیرا که من خود مهیای رفتن و آوارگی در کوه و بیابان هستم. تشکر از شنیدن و دیدن این نوار ویدیویی و امید است که مورد علاقه شما عزیزان دل قرار گرفته باشد. با سابسکرایب کردن این ویدیو بنده را ممنون سازید. بزرگان مرحوم ما در ختم داستان و قصه های خود دعای ذیل را زمزمه می کردند. الهی بیامرز سه بنده را، الهی بیامرز سه بنده را، نویسنده، خواننده، شنونده را. خداوند حافظ و ناصرتان باشد. ممنون.